تو گفتی شادو بند شدی. من 8 بار. تو چه قانونی رو نقض کردی؟ ما یه سری پسر بچه داریم که دچار بیماری‌های روحی روانی هستند. خب و شغلشون از این طریقه که چیکار میکنن، میان پیجای افراد بزرگ اینستاگرامو میزنن و حالا به خودشون میگن امنیت، ولی در اصل اصلا عکساشون انیماتوره و میان ادیت میزنن که پیجای ما رو پروندن و اینا. چرا این کارو میکنن؟ میان پیجای ما رو میزنن، بعد میگن که حالا یا به ما هزینه بده یا همینجوری افتخار میکنن، حال میکنن. یا مثلا باگای اینستاگرام خیلی نرم پر باگیه. من یکی از پستای خودمو اسکرین شو دارم، به خودم یه پسر بچه 15 ساله کپی رایت زد. یعنی پست من پرید، من دیدم نوشته دقیقاً ایمیل اومده بود که تو محتوای اشکان شادکامی رو تو کانال استفاده کردی و حتی یوزرنیمش هم یوزرنیم خودم بود. بعد مشکل اینجاست که حتی نمیدونست درآمد من چقدره، اینقدر کوچولو بود. یعنی از من فکر می‌کنی تقاضای چقدر پول کرد؟ 1,500,000. گفت من در از میخوام 2 میلیون ازت بگیرم، ولی چون حالا من آدم منصفی ام 1,500,000 بده، مثلا پست بعد برگردونم. گفتم وای واقعا زیاده ولی بیا. اصلا نمیدونست اوضاعمون چیه، اصلا ما داریم چی کار میکنیم. تو پیج 2 میلیونی اومدی پست چه؟ بچه پولو بهش دادم، تایید داد، پست برگشت.